سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به مسیر روشن. قبل از شروع، اگه هنوز عضو کانال نشدید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ تحلیل و خبری رو از دست ندید. همچنین اگه این ویدیو براتون مفید یا جذاب بود، یه لایک بزنید تا ما هم انرژی بگیریم و ویدیوهای بیشتری براتون آماده کنیم. خب بریم سراغ خبر داغ امروز. جزایر سگانه و تنش تازه در خلیج فارس. 6 اکتبر سال 2025 اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایران را به اشغال جزایر سگانه متهم کردند. همچنین در بیانیه این کشورها از ایران خواسته شده توسعه برنامه‌های پهپادی و هسته‌ای در منطقه را متوقف کند. اما واکنش ایران چه بود؟ سخنگوی وزارت امور خارجه این اتهام‌ها را بی‌اساس و مداخله جویانه خواند و تأکید کرد که جزایر سگانه بخش لاینفک خاک ایران هستند. این دعواها فقط شعار نیست. هر بیانیه و اتهام بین المللی تأثیر مستقیم روی دیپلماسی و روابط منطقه‌ای دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند، چون هر واکنش ایران می‌تواند تعادل قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد. سؤال مهم اینجاست: آیا ایران با قدرت نرم و دیپلماسی فعال پاسخ خواهد داد یا صرفاً موضع رسانه‌ای کافی است؟ جواب این پرسش آینده امنیت و سیاست در خلیج فارس را مشخص می‌کند. اما پیامدها فقط سیاسی نیستند. این تنش می‌تواند تجارت در خلیج فارس، مسیرهای انرژی و صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین امنیت دریایی و حضور ایران در جزایر برای حفظ منافع اقتصادی و انرژی کشور اهمیت حیاتی دارد. برای مدیریت این وضعیت، ایران باید 3 مسیر را همزمان دنبال کند. اول، قدرت نرم و دیپلماسی منطقه‌ای فعال. دوم، تقویت حضور اقتصادی و زیرساختی در جزایر سگانه. سوم، مقابله رسانه‌ای و بین‌المللی برای نشان دادن حاکمیت واقعی کشور. اگر فقط شعار بدهیم، جزایر سگانه ممکن است فردا نماد عقب ماندگی باشند، نه استقلال. خلاصه اینکه جزایر سگانه نماد حاکمیت ایران در خلیج فارس هستند. نظر شما چیست؟ ایران باید چه واکنشی نشان دهد؟ لطفاً در کامنت ها بنویسید تا با هم تحلیل کنیم. مسیر روشن، جایی برای فهم بهتر جهان اطراف، از اقتصاد و سیاست تا جامعه و زندگی.